تاجیکستان. سلام علیکم به همه مردم تاجیک. سلام تاجیکستان. خاک تو ای مسلمان، اگر تو مؤمنی واقعی باشی، هر جبه زمین سرزمین الله خاکی توست. این زمین برای تو الله پیدا کرده، کل گوشه های زمین از تو است. تو باید نظام الله را سر این سرزمین حاکم بگردانی، مسئولیتی است. در یک خطه خواب بکو، نمازخوانی تشروع بکو، دیگه هر چی که میشه اگر تعرض به ناموس میشه، اگر تعرض به دین میشه، اگر معامله و اتفاقات دنیای کفر سر مسلمان میشه، تو برای خود بگو که من از خاک خود دفاع میکنم. این دفاع کردن از این خاک این مرگ جاهلیت است. مسلمان سرزمینش کل زمین الله سرزمین مسلمان است. تو را خلیفه الله پیدا کرده، احکام الله را در سرزمین الله حاکم بگردان. چی جای از که در یک جای برادر و خواهر مسلمانت شکنجه میشه، چی جای از که در یک جای توهین به احکام اسلام میشه، به شعائر اسلام میشه، در اونجا خطه و جغرافیا قطعا ما را محدود ساخته نمیتونه، بند ساخته نمیتونه و فرضیت جهاد از ما مرفوع کرده نمیتونه. زمان ظلم و تسلط کافر در یک خطه اسلامی میاد، در یک خطه جهان میاد، تو مجبور هستی، مکلف هستی. دین بری تو امیر گفته يا فارس الأنجاء فازأر عزة لتري الأعادي منك ما لن يحتمى. هيا فسر بالسيف تشهر حده يهوي على هامي الصليب محطما. يا فارسا عافى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا